40 دختران هزاره، واقعیت یا افسانه؟ شهادت خودخواسته 40 دختران هزاره تلخترین اتفاق تاریخی در تاریخ چند سده اخیر هزارستان است. این حادثه آنقدر دلخراش است که عده‌ای از یادآوری و نوشتن درباره آن در کتاب‌هایشان ابا جستند و برخی از روی عمد و برنامه ریزی شده تلاش ورزیدند که آن را از صفحه تلخ تاریک تراژدی که هزارها حذف کنند. در کابل وزارت معارف گویا با نامیدن مکتب دخترانه‌ای به نام شیرین هزاره و یا 40 دختران هزاره موفق نیست. اگر بود دیده میشد. در هزارستان هزارها علاقه به یادآوری و نگهداری این حادثه تلخ تاریخی را ندارند. همه تلاش دارند این رویداد تلخ از حافظه تاریخی مردم هزاره حذف شود. برخی به آشکار گفتند و نوشتند که شهادت و مرگ خودخواسته 40 دختر ناشده هزاره قصه، افسانه و حکایت است. هزارها خود این رویداد تلخ تاریخی را ساختند. اگر بود چرا در تاریخ افغانستان از چشم نویسندگان تیزبین یا کم تعصب ما و دور مانده است و کسی آن را ننگاریده است؟ بزرگی در کابل میگوید که در این باره تحقیق شود، درستی و حکایت افسانه یا قصه بودن آن نگاریده شود. این حادثه دردناک آنقدر دلخراش است که عده‌ای نه به عمد که به درستی از ذکر آن چشم پوشیده است. به طور نمونه آصف فکرت از آوردن این واقعه که در کتاب بحرالفواید قسمت عین البقایع یوسف ریاضی هروی آمده است چشم پوشی کرده است. چون مرگ خودخواسته دختران بلند پرواز هزاره ارزگان دردناک است و آوردن آن باعث تلخ شدن متن کتاب می شود و خاطر نازک مخاطب را مکدر می کند. براستی اگر چنین باشد باید از آوردن تلخی های حادثه کربلا دوری جست و چه بسیار واقعی تلخ تاریخی است که باید آن را از کتاب ها حذف کرد. اگر چنین باشد آن وقت چه کتاب‌های گل و بلبلی داریم ما در وطن خوشستانمون. میپردازیم به شرح شهادت 40 دختران هزاره. در ارزگان پس از شکست هزارها فجایع زیادی اتفاق میافتد، اما از همه تلختر ماجرای شهادت شیرین هزاره و همرزمان اوست. وقتی لشکر عبدالرحمن وارد ارزگان می شود دست به تجاوز، غارت و هجوم ناجوان مردانه و هولناک می زنند که از ماجرای هولوکاست و قتل عام ارامه فجیع‌تر است. نمیدانم چرا کسی در این مورد چیزی نمی نویسند و نمی گویند. مردان امیر تمام قلعه‌های هزاره را آتش می زنند. رمه و گاوان مردم را نابود می کنند. زمین ها را آتش می زنند و تمام مردان اسیر شده را از دم تیغ می گذرانند. زنان را اسیر می گیرند و به عنوان برده و کنیز به هم دیگر پیشکش می کنند و در بازارها به قیمت کمتر از قیمت جو و گندم به فروش می رسانند. این بردگان بیگناه آنقدر زیاد بودند که امیر از مالیات آنها لشکرش را برای 1 سال تأمین هزینه می کند. وقت ارزگان در شرف شکست و نابودی قرار می گیرد، عده‌ای از زنان دلیل و بی‌پروای ارزگانی اسلحه گرم و شمشیر به دست می گیرند و شروع به جنگ و گریز با لشکر امیر می کنند. وقتی لشکر عبدالرحمن با تمام توان و جنگ روبرو با یاران شیرین می شوند، فرمانده شیرین چون سردار کارآزموده هزاره تن به نبرد تن به تن می دهد و تا آخرین توان با یارانش می جنگند، اما وقتی توان رزمی آنان رو به کاهش می نهد فرمان عقب نشینی می دهد. شیرین 7 شبانه روز آبادی به آبادی در کمال دلیری و کارآزمودگی با دختران همسن و سالش تن به جنگ و گریز می دهد و سرانجام به کوه 40 دختران می رسد. شیرین با یارانش از کوه بالا می رود و لشکر امیر به تعقیب آنان از کوه بالا می شود. شیرین در آخرین قله کوه از یارانش می‌خواهد که سنگر گیرند و تا آخرین لحظه با سنگ از پیشروی دشمن جلوگیری کنند.
آنان تا دم غروب به سمت دشمن سنگ میاندازند و دشمن با گلوله پاسخ میدهند. سرانجام دشمن در چند قدمی شیرین و یارانش میرسند. شیرین رو به سمت ارزگان غارت شدن میکند و به یارانش میگوید نه راه بازگشت مانده و نه پای فرار. دشمن در چند قدمی ماست. ننگی تلختر از این نیست که به عنوان کنیز و برده در بازارهای قندهار و کابل به فروش برسیم و یا گرم کننده بزمهای بوزینه های امیر باشیم. همه با هم به سمت قله حرکت میکنیم و از لاخ بلند کوه به سمت ابدیت، جاودانگی و تاریخ پرواز میکنیم. دشمن که در چند قدمی شیرین و یارانش رسیده بودند، ناباورانه شاهد زیباترین مرگ خودخواسته دختران آزاد و سربلند هزاره های ارزگانی می شوند. آنان با تعجب می بینند که 40 عقاب بلند پرواز هزاره دست به دست هم از بلندای کوه پرواز می کنند و با شکوه و شگرف بیمانند به پایین کوه فرود می آید. صخره‌های سخت و تیغ مانند کوه آنان را به گرمی در آغوش می کشند و در پایین دست خود جای ابدی و جاودانه برای آنان آماده می کنند. کوه غرق در خون به بلندای تاریخ فریاد می کشد و دامنش را برای فرود عقاب‌های خانه‌زاد خود می گشاید. بلند پروازان تاریخ هزارستان به آرامی فرود می آیند و در حالی که دست همدیگر را به سختی فشرده بودند تن به خواب ابدی می دهند. دشمنان با دیدن این شکوه و شگرف بی همتا حیرت زده و سرفکنده به ارزگان برمی گردند. این فاجعه آنقدر هولناک و غمانگیز رخ می کشد که دشمنان شیرین و یارانش از راه آمده باز می گردند و شرمسار ارزگان را برای همیشه ترک می کنند. فرمانده این فاجعه که به نام چرخی یاد می شد مستقیم به کابل می رود و سلاح از تن در می آورد و سرپرستی چند اسیر ارزگانی را به عهده می گیرد. او تا آخر عمر شبها بدون کابوس نمیخوابد و روزها با تلخی و تیر روزی با خود حرف میزند و گاهی دور از چشم مردم بر خود فریاد میکشد و سر به دیوار میکوبد. سرانجام این مرد توسط بازماندگان حکومت امیر به زندان میافتد و با تمام خانواده قتل عام میشود. اما در طرف دیگر شیرین و یارانش توسط مردان شجاع هزاره در شب تلخ خیانت و دهشت امیر در زیر نور مهتاب هزارستان در 40 مزار سرخ رنگ و خونین چادر خاک به سر میکشند و به خواب ناز ابدی فرو می روند و به تاریخ خونین و دردناک هزارستان بزرگ می پیوندند. وقتی آتش فتنه امیر خاموش می شود، مردان هزارستانی در شبی از شبهای روشن هزارستان به دامن کوه گرد می آیند و مختخانی می کنند. مردان و زنان هزارستان کوه را کوه 40 دختران می نامند و آنجا را به عنوان میثاق ابدی برای دفاع از سرزمین و حمیت هزارها قلمداد می کنند. پس از آن روز زنان و مردان نوعروس هزارستان و ویژه مردم اجرستان، ارزگان، جاغوری و غزنی تعهد می کنند که نام اولین دخترشان را شیرین بگذارند و برای عقد عروسیشان بر مزار شیرین و یارانش بروند و کام بچه هایشان را با خاک مزار شیرین کنند. از آن روزگار اکنون سالها می گذرند. مردم هزارستان شیرین را فراموش کردند و مزار خونین او اکنون بیرنگ است. دیگر هزاره ها نام دخترانشان را شیرین نمیگذارند و با مزار او عقد نمیبندند و به زیارت او نمیروند. شیرین آنقدر فراموش شده است که نسل نو هزارستان داستان شکوه پرواز عقاب بلند، پرواز دره های ژرفناک ارزگان را افسانه و حکایت می‌خوانند. نسل نو هزاره ها نام اولین دخترشان را ماریا میگذارند و برای خواب بچه هایشان از امیر ارسلان رومی و فرخ لقا